اینجوری داشتم بنزین میزدم دیدم جوش از یه دونه داژرم پیاده شد. داژرم یه از این وانتاست، از داژرم پیاده شد اومد پشت من. دوباره من No I'm telling you what's your problem. نه من به تو میگم مشکل چیه. دوباره نگاش کردم به مرگ قدیر، به روح مادرم، به رفاقتی که کردیم با هم. گفتم میری یا مادر تمام دندهاتو خورد کنم با مشت و لگد. حسام بد خلی 2 دقیقه گذشت دیدم وایساده، بعد دیدم رفت سمت ماشینش، تفنگ دیدم در آورد. آمریکا بعدش همینه. اسلحه. انقدر ترسیدم اینجوری رفتم پیش پلیس اینا. هلو سر، اینا میخوام بزنن منو پم بکنن. بعد پلیس گفت این هیکل تو رو بخوره، دوم قدت خالکوبی تفنگ و کلاشینکوف و ریوی تو خودت. تو نه آقای پلیس من تازه معروف شدم دنبال هیچ نیستم.